ایران باید یک تهدید نظامی جدی رو باهاش مواجه بشه. ببینید این سیاست که مرتباً سخنگوی کاخ سفید، سخنگوی پنتاگون، سخنگوی وزارت خارجه میان میگن که ما داریم همه چیز رو دنبال میکنیم، مانیتور میکنیم. این حرف مهمل و بی اساسی هست. همه عالم دارن همه چیز رو در دنیای اطلاعات امروز دارن همه چیز رو زیر نظر دارن، دنبال میکنن. معنیش این است که اتفاقی اگر افتاد، اگر جمهوری اسلامی بمب اتمیشو ساخت، باز هم همه چیز رو زیر نظر خواهند داشت. بنابراین ما با یک دولت بسیار ضعیف مواجه هستیم. امروز هیچ کس تهدیدات نظامی ایالات متحده رو در دنیا جدی نمیگیره. جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته نشان داده که هیچ منطقی غیر از منطق زور رو متوجه نمیشه و هیچ منطقی غیر از اعمال زور جمهوری اسلامی رو نمیتونه مهار کنه. تنها چیزی که جمهوری اسلامی رو برای 2 دهه کنترل کرد نابودی نیروی دریایی جمهوری اسلامی و زدن سکوهای نفتی توسط دولت ریگان بود. تنها با اعمال زور. من حتی داشتن گزینه نظامی روی میز رو هم برای جمهوری اسلامی کافی نمیدونم. این رژیم فقط زبان زور میفهمه. این رژیم رو با مذاکره، با باج دادن، با کنار آمدن با گروگانگیری و یاغیگری‌هاش این رژیم رو نمیشود کنترل کرد. نتیجه رو من میگیرم. ایشون گفتن تحریم ها کار نکرده، انزوا هم کار نکرده. خب خیلی منطقی میشه رسید به این که تنها راه حل نظامی است. این نتیجه رو بسیاری از افراد، یعنی هر کسی بنشینه و اینها رو 2 تا 4 تا کنه، میتونه به این نتیجه برسه. ستاد نیروی هوایی اسرائیل تقریبا هر روز برنامه حمله به تأسیسات اتمی ایران رو بازبینی میکنن، بروز میکنن، آماده میکنن. موضوع اینه که اگر اون 2 تای دیگه کار نمیکنند، پس استنتاج ما از صحبت شما این بود که گزینه نظامی باقی میمونه.